امی بعض مردم باید یک آفرینی اما تا دبل آفرینی برشان بتیم. چقدر شما حوصله دارین با قرآن که در زندگی های هر کس شما گپ میزنین. الا فلانی تو کرد، فلانی تو شد، فلانی او تو کرد، فلانی ایسو رفت. چقدر شما حوصله دارین به خدا. ما خودم زندگی خود یگان خیلی دخالت نمیکنم. میگم زندگیش از بان چی کار داره، مره چی تیر میشه میره، رقم که از خدا داده خدا میگیره خلاص. آفرین شما که در زندگی های خودتان خود نقش دارین در زندگی های مردمان نقش اولیت میگه، اولویت میگه، چی میگه، اونو بلا رو شما دارین. از او که شما زیاد به تشویش زندگی و کاربار نمیفهم سر مانجهشان هستین. آفرینتان به خدا. میشناسین نمیرقم قرآن زداره که یک قدر کار و بار داره در زندگی هر کس دخیل است. تو چی؟ قرآن در قبرقی تو شفته رو بزنه دلش زندگیش تو چی ها؟ تو سر پیاز، تون پیاز، شنگ پیاز، کنج بولونی، پایپک و جوس چی؟